تو گوه میخوری. سامان ندارم سامان حرکی تو غلط میکنی. 500 تاش واسه منه. سامان با پارسنجه ویجر زدم باختم 2000 تا یوست. جدی؟ آره خدا نخور. اصلا کی آنلاین شدی ویجر بزنی؟ داشت حواسم بهت اپیر هست. کرد اپیر کرد. آره اپیر تو پاشت کرد. داشت من برو حواسم پارسنجه بهت هست، فکر نکن. رسیدیم. اشکال نداره. اشکال نداره استیو می نمیفهم. اشکال. آره بذار جدا از شوخی میکنم ببینیم چقدر دیوایس کردیم. از این بیفتم. الان داشت تو 1000 تا هم نبود، 1500 خورده ای بوده. آره الان بگم چقدر میشه کل دیوایس. 4000 تا میشه. کیریه اصلا این دیریفته دیگه. اینو آره کسخوله. ریفتش تو دیریفت. داشت منم دیریفت اسکال اسمش دیریفت. ریفت چیه احمد؟ دیریفته بله. دیریفت اسمش یادم دیریفته. بعد های اسکینش من دارم دیریفت. میدونم تو گوه میخوری. سامان میگفتی دستمو عرق میکنه، باورم نمیشه. دستم الان خیسه. من الان به جز دستم یه جای دیگه هم داره عرق میکنه. عرق سوز میشه. امیری درک ازش نداره. فکر نکن. امیری هنوز اون مرحله نرسیده. ابرو چرا رسید؟ قشنگ باشی لک بیشتر کیری. با پینگ 140 هم یه دارم واسه اون لیا بازی میکنم. بکیه کار من خوب هست. کار من خوب هست. سویل سال با گفت نه سامان. آره همه چیز نه رو باش کینگ سال با گوه میخورم با خودش. سامان کورپک ماه بعد هم کلیپ هایی که داشتیم اینجا مسخرت میکردیم در مورد گوزه، اینو بذاری تو پیجت بابا معامل ببینن. بذاری تو پیجت. آره دیگه بدبخت میشه. بابا همین ویدیو هم میخوام بذارم. بابا لامصب کی نگید آبرو بالا. اشکال نداره. مردم یه زده امانت بدونن بفهم کیو دارم این گوزه حالا بفهم خیرم تو افتخار آقا امیری کیرم تو گوزه. داره کلیپ میکنم تو پیج خودم میزنم. یعنی تو فقط دیگه پست مشترکش نمیکنم چون آورود میرم تگت میکنم. بابا فاطمه همه اونو داره. چیشو میگیری؟ نه من ندارم. من هیچ ندارم. یاد دارم من سکیوریتی. امیزه چرا میفتم پای ثانیه صفر نمیشه؟ از زیر اون سیزن 2 باید رد شم. ای کیرم سیزن 1 سیزن 1 لک شدم پینگم فلوز دادم. پینگم بالا اگه پینگم داشت. من دارم با پینگ 130 میام بالا. بابا تو لک نمیشی باز. من لک میشم. کی میگه نمیشم؟ خارا رو دیده با این تزینه. تایتل سامانی با من سوال نمیشه. حال هم دادم چرا گوزی دوباره؟ نه خیلی اینقدر سوال بازی دهن من رو گایده هستی. سوال ادامه سوال از تو میپرس. اصلا از من هیچی نمیپرس. ببین زایسته بیام نامیدش یه فوشه بهش بدیم بهش گوگل. ثانی هم سیب شد. بخوره چی؟ خوشم به دندون بگیر. بندش. آره تو دیروز نمیدونستی اینا رو. بعد خودم به یاد دادم. همینه که هم میگم هر کسی جمع داره. تو داری ولی جوری داری. آره 180 متریه. من 1000 متر 2000. نه
کسخل من با کی که کلی ارتباط بله واقعی سامان کل ارتفاعش چند متره؟ لک شدم دوباره. چیه؟ باجی تو این کل ارتفاعش چند متره؟ نمیدونم والا امیز چند متر تو میدونی؟ 2000 خورده ای هست من تا 3000 تا هم شایع شده هست چند تا دوست چند هفتستان 5000 بود داره داشت 3000 چپتره یک و دوش بود آقا یه ثانیه دختر تو استریم نه حالش کنم اجی دارم مثل اسکولا میام بالا پینی هم ریده مثل تپه توس میافتم پایین افتادی الان دوباره آره درست نیپرم پریدنم ضعیف چی شد ضعیفه نه همه مثل تو نیست چه نمیزنی امیر سامان اطلاعاتی که امیرزا درباره این سایت داره رو منی که این کارو میکنم ندارم کاسش نگو بابا یا خوشم قبول داره حداقل آدم باید صادق باشه وای چرا گیر میکنه اینجا این از صداقتش خوشم اومد. شکرت برو که درست داری میره اون پیله اصلا نباید اسپید بگیری اسپید بگیری میری تو من زندگیم رو اسپید یا زندگی برای رو اسپید ران ایکس دو مانه خیلی زود داریم داشت مال تو 3x داشت مال تو 3x عجب یه اینم وصل چه نکنه حالا بله بکنه سامان داشت 3x لارج سایز لباسه آقا الان اسمش سایت چی میگی؟ اوه خفه شو ایکس ویدیو داره همه سویه اوه خواهی من شد بعد خونم پاره شده واسش وای بکن همین اصلا میشم Twitch, this is a funny. He's Amirza is خار فاکر. MRSG is Monestar. Yeah. Join. Amirza, it's a sisterish, it's a fox. باکس منظورته؟ نه بابا روباه یعنی روباه دیگه خواهرش مثل روباه میمون روباه مکار رادمه دیگه اون سایت ها نمیره اصلا بفرستاد بابا خفه شده یه کنار تلگرامی پیدا کردم کلی پدوفیل داره واو که خفه شد رادمه بابا خفه شد رادمه جامعه کلیسایی پدوفیل رادمه بفرست جامعه کلیسایی بابا خفه شد چه لذتیه حاجی من بچه که میبینم همین ازاد چیز میشم بگو نه اون نمیخواست خوشحال میشم میخوای کانالو چیزم بیاره نه دامال ویدیوشو واسم بفرسته نخوام جوی نیم حاجی بذار من برم رو تلویزیون رو مانیتور نمیتونم اولیا باز کنم تلویزیون یه سویچ بزنم سری سامان دوباره افتیدی؟ چه دست و خیزه من از بچگیمون مشکل داشتم با اون لیاپ یعنی بالا بلندی که میرفتم بچگی جیغ میزدم میبینی قیافه کرد قیافه تو صافه شوکی بگم
امیررضا شبیه یه آهنگ در مورد شبیه از بچگی روبایی بعضی مونه که 100 بار روش ریدن. 100 بار داده نه. امیررضا آها یه آهنگ در بله. مورد بچگی بعضیا بذارم. میدونم چه کاری داری نه بذار. نه اصلا خفه شو. میتش میت کجاست؟ از بچگی پول میداده بچه ها، از بچگی پول میداده. اولین این آهنگشو بفرست اصلا راد دیگه نه آهنگشو راده ندارم، نه یه ویدیوی تو تیوب بود ویرایشش کردم. بذار بعد ویدیوشو برات میفرستم. تو اول پدر بفرستن بابا خفش. امیررضا میخوام اینو کلیپش رضا حالا داشتم کنم. ویدیوی رفتم. اینستاشو فرستادم برات. رضا بچه که بغل میکنه. بابا سامان نه سامان نه این سیخ هیچ بلش. من ای دلت بخواد سیخ برات میخواستیم جوجه سیخ کنیم باشه، بچه اونجا بود. هی بعد اونجا می‌دونی. میسوزی نه اینجا میسوزی. آره امیررضا تو هم باشه. من بعد وقتا خودم شک میکنم. بابا بعضی چی موقع میگی؟ گرایش هم شک همه گیه. آره حاجی چی میگی؟ امیرعلی هم پیانو یاد آره بچه دادی امیر حسین اون که سلام علیکم. لامصب ببین این کچه رو کس آهنگا کیرم میکنه کردیم گفت دست نزنیم دست زخم میشه. وای بابا یعنی این وقتی زمین و چیز میکردی چه؟ اسم میکنم جدار این وقتی زمین اونورش میداشت. سمتش بوداد میگفتم سزن گیر میشه. من جا میافتاد رو زمین اون ور خم میشد برش دیگه سیخ میکردی. تو هم سیخ میکردی ها باریکلا تا واسه پس میدید آقا تو یکی میخوام نه یکی جوجه میگه رو رو سیخ سیخ می‌کردی. تنگ چهار من فکر کنم جار این وقتی زمین برش داره سیخ کنی. داشت وای دوباره همینجا افتادم پای اونو باید یه نفر دیگه مینداخت. اینجا که میره کجا میره باده میاد زیر کارکتر خب اونجا بستنی فروشیه چپش ساختم خب یه آره بسید تعادل